10 سوال اول رو حل کردیم. بریم 10 سوال بعدی تا بچه ها مستقر میشن. آماده ای؟ 3 2 1. حرکت. کوارتز از جمله نمونه ناخالصه که باید بشه چی؟ باید بشه خالص. ده تای قلمچی میخوام حل کنم. 10 تای اولش رو گذاشتم تو کانال. 10 تای بعدی. نقشه تقریبی پتانسیل الکتروستاتیک کربونی سولفید به این شکله. خواسته بی‌دقتی کنی دیگه، انقدر اینو دیدی. اینجا باید بشه جزئی منفی، این بشه جزئی مثبت، دوباره جزئی مثبت، این بشه کوچولو منفی. غلط. SiO2 سخت و دیرگدازه، در حالی که CO2 راحت تحصیل میشه. بله. مدل گلوله و میله برای نشان دادن گرافن به شکل زیر است. این که گرافیت. لول سوال A و نادرستاش میشه ست. دوباره فعلا. دقیقا هم هر دوبارش رو به شما نگاه کردم. کدام ماده در گستره دمای بیشتری با حالت مایع باقی؟ سوال غلطیه. کاویار یه ذره داستان داره با NaCl. حالا دیگه مثلا اینو یه ساوی MgOی مثلا اینجور چیزی میذاش یه ذره بهتر بود. نه میگم کاویاره نباید می آورد با NaCl. تو اینو نباید می آوردی، چیزی دیگه می آورد. حالا ایراد داره ولی کاری نداریم، با همینی که هست حل میکنیم. کدام ماده در گستره دمایی بیشتری با حالت مایع باقی میماند؟ خب اونی که بین نقطه ذوب و جوشش فاصله بیشتری. اینا که تابلو میرن کنار، یا 2 یا 4. در فناوری حواست هست، در فناوری تولید انرژی الکتریکی از پرتو خورشیدی کدام ماده برای جذب انرژی، منظورش از آینه بخواد نور خورشید رو بگیره؟ خب طبیعیه که یونی ها به دردمون میخورن، مولکولی به دردمون نمیخوره. خودش هم که گفته اصلا بررسی نمیخواست. بعد اینجاست که یه ذره مشکل داره. قوی ترین نیروی جاذبه میان ذرات سازنده در کدام ماده وجود دارد؟ نباید با سواد خودت بگی، باید با اعداد بگی. میشه کاویار. هر چقدر اختلاف نقطه ذوب و جوش بیشتر باشه، گستره مایع بودنش بیشتر باشه، میگیم نیروی بین ذراتش بیشتره. بعد یه ذره تناقض هست تو این که ما کاری نداریم، میگیم اتفاقا خوب سوالش به دلیل اینکه علمی نیست، ولی خوبیش اینه که با داده سوال همیشه سوال حل کنید، نه اون سوادی که شما دارید. به نظرم لول سوال نهایتاً بی. برو بعدی. SiO2 برخلاف جای خالی یک جامده، اونی که کووالانسیه. خب گرافن هم کووالانس 4، خیلی مسخره بوده. گرافن کووالانس، اینم کووالانسه که برخلافه نیست. این مولکولیه، اون نمیتونه مولکولی باشه. اینم مولکولیه، SiO2 نمیتونه مولکولی باشه. برو 124. میگه درستی یا نادرستی عبارات به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ تو آزمونی هم که خودم چهارشنبه گرفتم بود بازیش میکنه، چون اکسید فلزی Na2O داره، میره تو آب و محیط بازی میشه. پس مورد اول باید نادرست باشه، این میره کنار. در ساختار خاکرس انواع ترکیبات کار خراب کرده، چون آیو شما 4 مدل
بلو رو دارید، هم کووالانسی دارید. البته من این جدوله رو انداختم آخر جزوه، ولی خب تو کتاب اول جزوه هستش. ترکیبات آیو ترکیب نیست، این یه عنصره. کرم اینجا ریخته، پس این اولی غلط بود، دومیش هم باید غلط باشه که 1 میره کنار، یا 3 یا 4. بیشترین درصد جرمی در سفال کامل خوش شده مربوط به یک جامد کووالانسی با درصد جرمی بیش از 50 که اصلا این بررسی نمیخواسته. نه اونی که توی ذهن ما هست 46 و مثلا خورده ایه، اون زمانی که آب موجوده. وقتی تو حرارت میدی آب میپره میره بیرون، کل کم میشه، و یعنی تو فرموله وقتی کل کم شد، کسرت که میشه درصد میره بالا و طبیعیه که خودش هم درست گرفته، لازم به بررسی هم نبود. مقایسه ترکیب یعنی دیگه 46 نیست، مثلا بالای 46 50. مقایسه ترکیب نقطه ذوب 4 گروه جامد بلوری به کار رفته همانند درصد فراوانی این مواد در طبیعت است. خب تو یه SiO2 داری، بعد یونی ها اولا یعنی کووالانسی رو داری، بعد یونی رو داری، بعد مولکولی رو داری تو اون جدول اول کتاب، بعد فلزی رو داری. بعد این میگه چی؟ میگه که مقایسه ترتیب نقطه ذوب با درصد فراوانیش تو طبیعت یکیه. خب درست یا غلط؟ یه ذره البته گزینه جالبی نیست. مثلا شما الان مولکولی خب باید بذاریم پایینتر از همه، یونی و کووالانسی هم یه جایی ممکنه تناقضایی با هم داشته باشن، پس میتونیم بگیم اینم نادرسته، پس میشه گزینه 3. حداقل با اینجا میتونستی به طور کلی البته ردش بکنی. اینم از این. اون دمای گستره، خب نه الان شما فلزیه از مولکولی بیشتره. بعد الان مثلا جیوه هم اگه در نظر بگیری ممکنه یه مولکول هم حتی کمتر باشه. اینه که میگم کلی. چند مورد مطالب ریزی درسته؟ سیلیسیوم خالص، این دقیقاً تو گزینه‌های آزمون خودت هم بود چهارشنبه. این سیلیسه که برای عدسی به کار میره. با وجود نسبت زیربند 2:1 60 بار بهت گفته شده مولکولی نیست سیلیس، کووالانسی. این غلطه. از آنجایی که ضخامت گرافیت به اندازه گرافیت نبود، گرافن بود. دیگه شیمی هم مثل زیست باید خیلی حواست به این کلمه. حالا این که دیگه خیلی لو رفته است به نظرم. با لحاظ بزرگ بودن آنتال پیوند کربن نسبت به SiSi میتوان گفت الماس نسبت به سیلیسیوم خالص نقطه ذوب بالاتری دارد. خب تو الان مجبوری یه دونه رو درست بگیری و اینجا این میانگینه سختگیری نکرده. دقیقا مثل همون تست داخل جزوه است که ما میانگین ننوشته بودیم ولی باید مجبور بودی با گزینه. یعنی الان میگه گیر به این نده و یه دونه درست رو تو داری. این لولش A بود، لولش رو گفتیم. اینم لولش نهایتاً B'ه، به خاطر اینکه مثلا آیا اینو میدیدی یا نه. اگر همون آب این که اصلا منفی آست، آم نبود. قبلیش هم گفتم، اینم که گفتم B'ه. یه دونه سوال این آزمون به درد خورده به نظر من، اونم اون مسئله‌ای که گفته و حلش رو گذاشتم. SiO2 همیشه کووالانس مولکول نیست. شما جامده کووالانس رو جدا میکنی، فلزی رو جدا میکنی، یونی رو جدا میکنی، اینا مولکول ندارن. اینا برن کنار، هر کی بود میشه مولکول. نه که اینجا چون فصل 3 مثلا مولکول نیست. الان دوباره سیلیس یه جامد مولکولی، آدم یه بار یه چیزی رو میاره توی تست دیگه. واقعا وقت نمیذارن رو طراحی سوالاشون. ما یه گزینه‌ای هم بعضی وقتا مثلا تو اون یکی تست هست حالمون بده. این حالا من هرچی الان هر کردم گزینه‌ها همش یه مولکولی کووالانسی توشه، یه بار رو مثلا رو دست بخوره یا مثلا شما اگه کسی به این توجه نکرده باشه 3-4 تا تست هدر رفته. بعد از اون ور کسی هم بلد بوده 3-4 تا رو خیلی راحت اوکی کرده. سیلیسیوم یه جامد کووالانسیه، زیرا تعداد زیادی از اتم‌های سیلیسیوم در یک شبکه 3 بعدی با پیوند کووالانسی قوی به هم وصلن. بچا کیا فقط 2 بعدی گفتیم تو این فصل؟ اصلا گفتم گرافن و گرافیت. این 3 بعدی بودنش هم دیگه نمیخواست.
کربن دی اکسید در شرایط استاندارد، حالا استاندارد مثلا اگه منفی، حالا شرایط استاندارد دمای 0 درجه یا 273 کلوین، اون تو منفی 8 منفی 78 یخ خشکه. بعد مولکولان با نیروی دو قطبی به هم وصلن. بعد این لعنتی ازن دو قطبی نیست، دو قطبی القایی که دیگه شما ندارین. این کی باید بگیم دو قطبی؟ دو تا مولکول قطبی باشه. اینم نیست. بعد اصلا همون اولم رد میشد، احتیاج به این قسمت آخرش هم نبود. سیلیس و کربن دی اکسید هر دو جامد دوباره. یعنی دوباره یه جمله که تو این موجا هست اینجا هم هست. غلط. چند مورد صحیح بوده؟ یک. اینم که به نظرم ایه. بعد دوباره یه مسئله دیگه تو این بوده، یه دونه هم بالاتر داشتیم. با توجه به جدول که درصد جرمی مواد سازنده نوعی خاک رسا نشان میدهد، این که تا اینجا داستانه. اگه هنگام پختن سفال تهیه شده از این نوع خاک رس، درصد جرمی سیلیس موجود در آن به تقریبا 50% برسد. چون آب میره بیرون، کل کم میشه، کسرت که میشه درصد SiO2 میره بالا. چند درصد از مولکولای آب از این نمونه خارج شده؟ میشه تقریبا 57%. چجوری؟ اگه بخوایم یه ذره کامل توضیح بدیم، شما به ازای هر 100 گرم SiO2 46 و حالا مثلا 2 گرم خود SiO2 داری. بعد 13 و 32 گرم هم چی داریم بچه ها؟ H2O داریم. بعد میگه اینو تو حرارت میدین، بعد طبیعیه که گفته یه مقدار آب خارج میشه. این 100 گرمی که تو اینجا داری دیگه، حالا این گرمش رو اونور معرفی کردیم که گرمه. چقدر آب میره بیرون چه میدونم. ما اگه الان یه دانش آموز از این کلاس بندازیم بیرون، هم اون از دانش آموزا کم شده، هم از کل جرم این فضایی که ما توش هستیم کم شده. یعنی تو اینجا 13 و 3 که داری منهای x میکنی، کلت هم منهای x میکنی. ولی 46 و 2 گرم SiO2 هیچ تغییری نکرده. حالا برداشته میگه آقا درصد SI توی این نمونه جدید 50%. یعنی 50 به ازای 100. اگر SI رو حالا اینجا 50 گرم SI باشه، به ازای 100 راهنماییم کرده. یا میتونی از همون جزء کل ضرب در 100 بری دیگه. جزء الان چقدره؟ 46 و 2. کل چقدره؟ 100 منهای x. میشه جزء کل ضرب در 100. اینو با این ساده کن میشه 2. بعد اینو اگه من تو اون ضرب کنم چند میشه؟ میشه 92 و 4. 92 و 4 رو از 100 کم کن. 92 و 4. 7 و 6. بعد تو الان 7 و 6 اینجا آب پریده رفته. درصد خروج آبو میخواد، یعنی اینجا داره ازت میپرسه. 7 و 6 جزت بوده به کل آب که 13 و 3 ضرب در 100. تو الان اگه مثلا اینو 2 برابر کنی چند میشه؟ این اگه بکشونم ببرم بالا میشه 14 و 2. اینو بذارم 14 و 2 که این با این بشه 2، این با این بشه 50. درسته؟ بعد چون مخرج کسو بردی بالا، جوابت هم باید ببری بالا. خب دیگه 50 بریم بالا نمیریم میشیم 75. گزینه چنده؟ 2. به نظرم چون خیلی پرتکرار بوده، بی به سمت سیارا دیگه، بی هم یکم نامردی. در مولکولای کربونیل سولفید، سوال این هفته کلا همش کربونیل سولفید بود. و گوگر تری اکسید، اتم مرکزی هر دو، این چند بار اینو میخوای بپرسی؟ اتم مرکزی هر دو بار جزئی با علامت یکسان دارن. خب تو الان این میشه جزئی منفی، این میشه جزئی مثبت، این میشه جزئی منفی کم، میشه جزئی مثبت کم. این چه رنگی میشه؟ آبی یا مثبت دیگه. اینجا اینا همه میشن 3 جزئی منفی، میشه 3 جزئی مثبت. درست یا غلط؟ همه مولکولای با ساختار وی شکل قطبی به شما میگن. بله، چون بردارش برند بردارش همدیگه رو پاک نمیکنه. هرمی اینجا منظور نیست، هرمی منظور نیست. وی شکل مثل آبه، خمیده، مثل 8، مثل 7. بله، اگه منظور اینه که هرمی هم همین داستان قطبیه، بله. اگر مولکول آبی دو در میدان جهتگیری نکند، قطعا در نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی آن یک رنگ دیده میشه. آقا چه جهتگیری بکند چه جهتگیری نکند، هم در قطبی ها هم در ناقطبی ها آبی قرمز رو داریم. اگه تقارن داشته باشه
میشه ناقطبی، جهتگیری نمیکنه. اگه تقارن نداشته باشه میشه قطبی. گفته که پتانسیل الکتروستاتیک یک رنگ دیده میشه. خب غلط. بعد تو همینجا مثلا اینو دیدی الف و ب درسته، بعد اینا که میرفت کنار دیگه، هم که میشه CCl4، این کربونه، اینم کلوره، این میشه CCl4، همون تصویر کتاب که بیرنگه و میله باردار رو بهش نزدیک کرده منحرف نشده. اینم از این. به نظرم اینم نهایتاً بیه. لول سوال نهایتاً بیه. برو بعدی. در دو نمونه از دیگر شکل الماس و گرافیت با حجم برابر، اینم دقیقاً نمونه شو داشتی، شمار اتم ها در الماس بیشتره. درست یا غلط؟ درسته، چون وی یکسان دارین در الماس چگالیش بیشتره. توی اون ویدیوی نردبام توی متن جزوه اینا رو دیگه قطعی تکرار میشه، گفتیم که جرم چگالی الماس بیشتره، پس جرمش بیشتره، پس طبیعیه که مول کربن به قیافه الماس بیشتره، پس تعدادش هم بیشتره. این که اوکیه. رفتار فیزیکی به اینا بستگی داره؟ نه، شیمیایی. این هم که بی خودیه. بعد این الان مولکولیه؟ نه، یونیه. در ساختار یخ مولکولهای آبی یک شبکه منظم و سه‌بعدی، فقط گرافن گرافیت رو بگو دوبعدی، بقیه جای هر کی میپرسه سه‌بعدی. هر اتم اکسیژن در آن 4 پیوند اشتراکی تشکیل داده است. اشتراکی نیست، دوتاش اشتراکی که تو مولکول خودشه، دوتاش اشتراکی تو مولکول خودشه، دوتاش هیدروژنی با مولکولای کنار دستشه. اینم خیلی گل و بلبل بوده به نظرم. A به سمت B، اینم که غلط شد. یک رو دیدی میزدی کلن، پس میشه A. بیا بعدی. اینجا میگه که A مانند B. بچه وقتی کناریاتون فرق میکنه شک نکنین قطبیه. وقتی کناری متفاوته شک نکن که قطبیه. بعد وقتی خمیده است، همین الان هم توی تست دیگه داشتیم، حتما به یقین قطبیه، یعنی الزاما قطبیه. حالا بریم ببینیم چی میگه. گشتاور دو قطبی B به یقین بزرگتره. نه، چه ابزاری تو داری؟ ما فقط میتونیم بگیم مثلا قطبی ان. اینکه کی بیشتره ممکنه این از اون بیشتر باشه. غلطه. A در مولکول B برخلاف E در مولکول A جفت الکترون ناپیوندی دارد. این درسته، چون اگه تو بخوای خطی در بیای و 3 اتم داشته باشی، باید مرکزی جفت ناپیوندی نداشته باشه. بخوای با 3 اتم خمیده در بیاد، حالا یا 2 جفت ناپیوندی یا 1 جفت ناپیوندی یا حتی تک ناپیوندی مثل NO2 باید داشته باشی. این به نظرم اوکیه. در نقشه پتانسیل الکتروستاتیک مولکول B رنگ قرمز حتما مربوط به اتم A است، نه لزوما. مثلا تو میتونی SO2 بذاری، مثلا OF2 بذاری، OF2 بذاری، اینا این مثبت میشه، 2 جزئی مثبت 2 جزئی منفی، 2 جزئی منفی 2 جزئی مثبت. میتونه آب در نظرش بگیری، این بشه 2 جزئی منفی، اینا بشن 2 جزئی مثبت. اونجایی که قرمز میکشیدی منفی بود، اونجایی که آبی میکشیدی مثبت بود. اینا پس نمیتونست باشه. این سوال بدی نبوده به نظرم. B. مولکول A گفته مولکول خطیه، از این رو دمای جوش پایینتری دارد. مولکول A مولکولی خطی است، از این رو چه ربطی داره؟ بعد چقدر قطبیتش بیشتره و چقدر جرم داره، اینا تاثیرگذاره. فقط یه خطی بودن، جوش پایینتر و اینا نمیتونیم دقیقاً اظهار نظر کنیم، چون قاطع درست نیست، الزاماً درست نیست، پس میشه غلط. شما وقتی یه جمله درست میخوای بگیری باید مگه بگه میتواند، الزاما باید درست باشه. این هم که فقط یه دونه درست بوده. به نظرم این سوال نوشتم B دیگه. سوال خوبی بوده. حالا تو جمله بندیاش یه ذره شما رو وادار کرده فکر کنید. این از این. حرکت رو بریم اینوری ها بچه، اینوری. جهتش رو همیشه توجه بکنید. خب